سلام، خوش اومدید به کانال مستر پیکویت. منم سینا پیکویت هستم و با بازی‌های مختلف. سلام دوستان، من سینا پیکویت هستم و امروز اومدم با یه ویدیو دیگه در خدمتتون باشم. امروز اومدم که با ویدیوی 5 تا از خفن‌ترین ترفندهای GTA رو براتون بررسی کنم، ببینم کدومشون درسته، کدومشون اشتباه بوده و کار نمیکنه. ممنون میشم این ویدیو رو لایک کنی، حتما کانال منو سابسکرایب کن که خیلی چیزا میخوام بذارم تو کانال. مطمئنم که خوشت میاد و یه کامنت انگلیسی مشتی هم بذار که من حال کنم و انرژی بگیرم برای ویدیوهای بعد. تا دیر نشده بریم سراغ ویدیو. ما اگه یه ماشینی رو بگیریم و صاحب ماشین بیفته دنبالمون، ما وایسیم و دستگیره رو بگیره و شروع به حرکت کنیم، روی زمین کشیده میشه. ببین درسته یا نه؟ خب بله درسته. چقدر حال میده خدایی. بذار یه بار دیگه امتحان کنم. به به، این ترفندمون درست بود، کار میکنه. خب برسم به تفنگ فروشی. برای ترفند دوممون تفنگ لازم داریم. از اونجایی که من توی ویدیوهای قبلی بازی رو ریست کردم و از مرحله اول خواستم براتون ویدیو بذارم، الان خوشبختانه تفنگ نداریم و باید یه تفنگ بگیریم. همین پیستوله رو بگیریم. خب ارتقا بدیم همه چی رو. یه اسکین هم بزن. اسکین نشه چرا؟ بذار از اول بزنم. حالا شد. خب بریم بیرون. ترفند دوممونم نیاز به 2 تا ماشین داریم. بذار اینم اینور هست. اینور ماشین پارک نکرده. اینور یه دونه هست. خب ترفند دوم اینجوریه که اگه شما به یه ماشینی که در حال پارکه میخواید سوار بشید، یا شیشه رو میشکونه یا قفل در رو وا میکنه. که اینجا بله قفل در رو وا کرد. حالا با این کاری نداریم، پیاده میشیم. یه ماشین دیگه اونجا هستن. خب و اگه شما بخواید با تفنگ شیشه رو بشکونید، قفل در خودکار باز میشه. یعنی همون کاری رو میکنه که شما با دستتون میزنید شیشه میشکنه. ای بابا اینه چی هن افتادن دنبالم؟ دوستان یه تعقیب گریزی داشتیم، بعد 5-6 دقیقه تونستم از دستشون خلاص بشم. دوستان موقعی که داشتم میرفتم دیدم اینجا پمپ بنزین هست. برای ترفندهای بعدی بنزین لازم میشه و چون بنزین توی تفنگ فروشی ها برای من قفله دیگه، گفتم من اینجا بردارم. خب بریم سوار بشیم. برای ترفند سوممون باید بریم یه آبربانک پیدا کنیم. بله آبربانک اینجاست. شنیده بودم اگه توی آبربانک ها به این چراغ سبز شلیک کنید، پولی بین 10,000 تا 15,000 تا میده. هیچی نداد. هیچی که نداد بدتر بدهکارم شدیم. کلی خسارت دوم زدیم، کلی هم تیر از دست دادیم. خب این واقعی نبود، متاسفانه کار نمیکنه. خب بریم ترفند بعدی. در مورد شخصیت اوله که میریم داخل ماشین. وقتی شخصیت اول کنید دوربینو، شخصیت بخواد با دست بوق بزنه، با دست راست میزنه. اینطوری با دست راست بوق میزنه. خب حالا اگه گوشیشو در بیاره میبینیم که گوشیش دست راستشه. خب حالا بوق بزنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. اصلا منطقی نی. بو الان چجوری بوق میزنیم؟ این هم درست بود که میگفتن بوق بدون دست میخوره،
جالب بود واقعا. ای بابا پلیسی چرا انداختی رو ما. دوستان وسط راه ماشینم ترکید آتیش گرفت، مجبور شدم یکی دیگه بردارم. برای ترفند بعدی به این ماشین نیاز داریم که از اگزوزش آتیش میزنه بیرون، در واقع کاتاف میزنه. و خونده بودم اگه شما بخواید بنزین آتیش بزنید و تفنگ نداشته باشید میتونید بنزین رو بریزید زمین و بیاد یه ماشینی بردارید که کاتاف میزنه، یعنی از اگزوزش آتیش میزنه بیرون. بردارید و برید آتیش بزنید ببینیم درسته یا نه. بله آتیش گرفت، اینم درست بود. یه بار دیگه بذار امتحان کنم. اینجا پیاده شو. خب خیلی جالب بود و منطقی هم بود. بذارم مردم آزاری کنیم. مشکل داری؟ خب روشن شد دیگه. خیلی باله. نسوزی موتوری؟ نه جون سالم میدم. خب دوستان قبل اینکه ویدیو رو تمام کنم من از این پرشگاه هیچیش نشد. وقتی اینم خواستم ماشینا رو بفروشم میگم یه خانم دکتره کاغذ صبح میرفته بیمارستان رو برمیگشت. هیچ نمیشه. یه در نداره. این مدل جدید است. این پرشگاه بپریم. خیلی حال میره خدایی. بکنیم یه 100 کیلویی از وزن ماشین کم شده با این تصادفات. سروران عزیزی که در اعمال خاکسپاری یاری دادند دوباره عرض تشکر می کنم. بدبخت مرد. خب مرسی دوستان، تا من اینو برسونم به هزارا شما هم ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب و اون زنگوله رو هم بزنید که بعدها اگه ویدیو گذاشتم شما اول نفر باشید. مرسی که دوستان این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. لایک، ساب و اون زنگوله یادتون نره. تا ویدیو بعد بدرود.